سلام دوستان، من امروز اومدم یکی از روش‌های به دست آوردن پول در بازی کالاف، یعنی که چگونه بازی کالاف کنیم که پول به دست بیاریم. این آموزش اینطوری که یه برنامه از گوگل کروم دانلود میکنیم. این اسم برنامه کیل هاوس هستش. بذار من بهتون کاملش میگم. وارد برنامه میشیم. خب ما وقتی وارد برنامه شدیم، اینجا کلی روم ها هستش که شما میبینید، روم های بتل، مولتی، کلی روم های رایگانشون هم روم هایی که به ساعت هایی که میگن حضور داشته باشیم و تو اون بازی که انجام میدیم هر کیل بگیریم 1000 تومان میگیریم. ساعت ها مشخص. اگه میخواین وقتی که کیل گرفتین هر کیل 1000 تومان بود، اگه میخواین پول رو برداشت کنید سمت چپ بالا کیف پولتون اینجاست. این 0 تومان میتونیم کلی برنامه کلی پول به جیب بزنیم و برداشت کنین و کارهای دیگه. بعد بالا سمت راست که بزنین، اون علامت زنگوله رو بزنین، به شما یه توضیح میده که میگه روم های اول رایگان ساعت های 2:30، روم دوم ساعت 3:30. این ساعت ها حضور داشته باشین میتونین توی بازی شرکت کنین و پول به جیب بزنین.